واقعه‌های اخیری به تاجیکستان فرار کردن حربیان و شهروندان افغانستان مقامات تاجیکستان را وادار کرد که در منطقه نزدیک به مرز در ولایت ختلان باشیشگاه مخصوص برای پناهندگان را بنیاد کنند. رئیس ولایت ختلان قربان حکیمزاده گفت حالا وزارت کارهای داخلی تاجیکستان با همدستی سازمان‌های بین المللی به ساختمان این پناهگاه مشغولند. و قبول پناهندگان را قرض انسانی نامید و یادآور شد که مردم افغانستان نیز به شهروندان تاجیکستان پناهگاه داده بود. باید یک چیز رو فراموش نکنیم که سالهای اول جنگ شهروندی چقدر مردم افغانستان مردم جمهوری ما هم قبول کرده بودند. آنها چند ماه‌ها نگاه می‌کردند. آن را باید در روزهای وزین همسایه را میگه خدا می‌دهد او را انتخاب نمی‌کنیم. با گفته رئیس ختلان این باشیشگاه در ناحیه جیهون ساخته می‌شود و از این بیشتر جزئیات نداد، ولی افزود صدها شهروند افغانستان از جمله حربیان آن که اخیراً به تاجیکستان گذشتند در پایگاه مومیرک جای داده شدند. مومیرک در گذشته تمرینگاه نیروهای پایگاه 201 روسیه بود. و عموما تمام اونها در منطقه مومیرک شریک‌الله مومین‌آباد در اونجا متمرکزانیده با خیمه ها جایگیری با خوراک گرم رئیس شریک‌الله قریب که هر روز با تشکیلات بین الخلقی به خود مقامات اجرایی حکومتی دولتی شریک‌الله با خوراک گرم تامین کردند. رئیس ولایت ختلان گفت تا این زمان که همه آنهایی که به تاجیکستان گذشته بودند به واسطه هواپیماها از فرودگاه کلا به کابل رسانده شدند. با اشغال شدن مناطق مرز افغانستان از طرف طالبان در اول ماه ایول زیاده از 1500 شهروند افغانستان به تاجیکستان پناه آوردند. حالا بخش عمده مرز تاجیکستان و افغانستان که زیاده از 1400 کیلومتر است زیر نظارت طالبان می باشد. محمود جان رحمتزاده، آزادی، کلا.